خالص لله ما جوان مردایی را دیدیم قسم به خدا گرده هاشون دادن. ما دیدیم انسانی را که 4 فرزند داشت، گرداش ای کار برآمد. جوان مرد پرسید گفت که این تا بردن $20,000 میشه. گفتم این گردی من ببینی اگر توغی گرت ایشه. بردنم 1 هفته توغری موندن، 1 گردش به خاطر خدا داد. همون انسان 10 سال زندگی کرد بعد دنیا گذشت. امروز مسلمان بین که صحیفه دین ما خالص لله داره. نماز خالص لله، زکات خالص لله، صدقه خالص لله، سلام خالص لله. هر کسی خالصا لله اگر دوستی کنه، رفاقت کنه، صدقه تیه، این نمک ایمان چشیده بوده. هر کسی که سلامش خالص لله های 30 ثواب داره. اگر سلام کنیم که کارمون بود کرده، سلام کنیم که پگه کارمون بود میکنه، سلام کنیم از روی منصب و چاپلوسی، این 30 ثواب نمیگیریم. باید خالص لله باشه. سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگی، 30 ثواب میگیری. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن 2 مرد به خاطر خدا سلام میکنن تا جدا شدنش خدا گناه های اونها را همش میبخشه، گناه خودشان. یعنی که سلام خالص لله گناه های خورد میبخشیده. من تصافح رجلانی، 2 مرد اگر به خاطر خدا مصافحه میکنن، کف به کف میمونن، جدا شدن در خدا گناه های خوردشان همش میبخشه. البته گناه های کلان توبه قطعیه. گناه های کلان وای با خود شریعت داره. گناه های کلان در شریعت قانون خود چه داره، نه که گناه های خورده خدا با سلام خالص لله میبخشیده. طعام به خاطر خالص لله. حدیثی که امام ابو داود روایت میکنه که 2 مرد به خاطر خدا اگر دوست باشن، روز قیامت در عرصات روبرو میآمدین، میگفتین که پروردگارا ما به خاطر خدا یکدیگر منقدر دوست بدیم. حدیث دراز پیغمبر قصه میکنه که وا میخرن، یکی میگه به سوی دوزخ برده میشه و یکی به سوی بهشتیش میگه من قدیم خالص لله دوست بودم. بعضی کاراش کم بودیه. ما دوستیمون همینجا در بود. پروردگار من میخوام که همون رفیقم میدانم ثوابش کمه، اما به سبب دوستداری خالص لله من میخوام که همین قدیم با بهشت روه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که دوستی به خاطر خالص لله همون دوستی که ثوابش هم کم باشه، اعمالاش هم کم باشه، همون رو به سوی بهشت میکشیده. برای همین دوستی ها باید به خاطر خدا باشه. الحب لله والبغض لله. به خاطر خدا بد بینی، بی نماز بد بینی، عاقی پدر بد بینی، حرام خور بد بینی، زیناکار بد بینی، اونها رو نخنده روشانده، جوان مرد باری باشه، دیوس بد بینی. باید جدایی ما هم به خاطر خدا باشه. قهری را به خاطر خدا نکنه که نزد خدا جهنمی میشیم. همین قهریگی هم باید به خاطر خدا باشه. وقتی فساد، فاسق، فاجر، من چون میگم در مجلسی بشتم، من چون میگم در مجلسی وای گشتم، من چون میگم در خونه وای رفته، وقتی او ای خدا و رسول من دوره. روز جنگی احد عمرو بن جموح قتی عمرو بن حرام هر دو شهید شدن. 2 صحابه بودن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی جنازه هاشون خواند، گو برای عمرو بن حرام قتی عمرو بن جموح 1 گور کنه. گفتم فرستاده خدا برای چی این خیل کنیم؟ گو در این دنیا ما یگان روز ندیدم که هر دی یا جدا باشم. بعضی آدم ها رنگیدم که جوره هستن که دوی مجویان. گو من در همین دنیا ندیدم که همین جدا باشن، میخوام که در خانه آخرت هم جدا باشم. در 1 گور عمرو بن حرام قتی عمرو بن جموح پیغمبر در لحد مون. بعد 40 سال جابر بن عبدالله میگه قبرستان احد میگه سیل زد. 40 سال بعد جنگ احد پیغمبر از دنیا رفتن، ابوبکر از دنیا رفتن رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر از دنیا رفتن، زمان خلیفگی حضرت عثمان بود. میگه 40 سال بعد او میگه سیل آمد زد احد، میگه مرده ها را برو آورد. خبر آوردن که قبر تقایت هم در موج عزه سیل کنده ایشونه. میگه من سراسیمه دویده رفتم 40 سال بعد رفتم که سیل آمده، میگه همین خیلی رفته که مرده های احد میگه کفته، میگه بسیارش میگه نمایانه. میگه رفتم بعد 40 سال میگه همین دهلیز ششته نگاه میکنه، میگه عمرو بن حرام قد عمرو بن جموح که اتش تقایم بودش رفیق بود، میگه هم که خواهن که میگه نه خوشان برده. شهیدای خدا هم نمیپسن با چشم سر دیده. میگه تقام تبسم کرده خواه.
دوستی حقیقی در خانه آخرت هم یکن، به خاطر خدا هم. برای همین ما دوست داریم ما به خاطر خدا باشه، صدقه هامون به خاطر خدا باشه. و ما کان عند الله و هو باق، چیزی که به خاطر چیزی که به خاطر خدا باشه، نزد خدا باشه، وای باقیه. 10,000 سال پیش کعبه را به خاطر خدا ابراهیم خلیل الرحمن ساخت. من 10,000 سال میشه که کعبه را آبادی شوینه، به خاطر خدا ساخته. مدینه رسول به خاطر خدا ساخته شده. بینه چقدر آبادی های. هر چیزی که به خاطر خدا باشه وای آبادی های. هر چیزی که به خاطر خدا باشه مگه یه نفر وای میپره میروه. یه وقتایی بود کوچه ها با نام آدم ها بودن، هیکلاشون کشال بود، دپل و صورتاشون بود، به خاطر خدا نبودن نیستشدن برفتن. برای به خاطر خدا باشیم. دوستیمون، رفاقتمون، دوستیمون، سلاممون، حتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که ناناتون نقدی صدقه هاتون در آدمای با تقوا تی تن چی با تن با قوت او طاعت میکنن، شما هم در ثواب طاعت او کوشه. اما آدمای نماز خوانده تی صدقه هاتون، همین ناناتون با آدمای نماز خونه دعوت نخرن با تقوا، به همین قوت میرن نماز میخونن، شما در کار خیر سهم داره. اسلام همین خیلی اسلامه. یک آدمی گناهگار داره تی، یک آدمی گناهگار در مقصد جابجا کنی و برای به همه عمل گناه کنه، ما هم خوش میشیم در گناه ما. برای همین کوشش کنی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث ترمذی که پیغمبر گفت که مالاتون قدی صدقه هاتون آدمای با تقوا دته تا اینکه در خیری و شما هم خوش شوی. یکی از سبب نمک ایمان چشیدن همین بوده که به خاطر خدا بد بینیم. هر کسی که به خاطر خدا برادرش دوست می‌داره، هر کسی که به خاطر خدا یک انسان از خصلتی بد و شوم می‌بینه، این انسان‌ها نفرای بدیان که نمک ایمان چشیدیم. منازی ما نمک چشیدیم، خوراک خوردیم. اگر کم نمک باشه میگیم کم نمک، اگر سیر نمک باشه میگیم سیر نمک. ایمان هم نمک داشته. یکی از نمک‌های ایمان همین بوده که دوستیامون باید خالصاً لله باشه. باید در بین دوستی‌های ما دنیا نباشه. باید در بین دوستداری‌های ما یگان مسئله دنیوی نباشه. خالص به خاطر خدا باشه. من ذاق طعم الایمان، هر کسی که لذت ایمان میچشه، سلاماش، نان دادناش، یاردماش، دوستیهاش خالص لله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن هر مسلمانی که یک خدمت به خاطر خدا در حق برادر مسلمانش میکنه، اگر او به اندازه یک شوکه خارم باشه کاری خیرش همون سبب میشه و پگه بهشت میره. سلاما باید به خاطر خدا باشه. دین ما نه همینش بزرگه. در تمام کتاب دنیا و دنیاداری کاوه یگان صحیفه نمیاوه که در او خالص لله نوشته باشه. این فقط در دین ما هست. اگر همین کتابای همیو رو بین یک کس یک متر به ماشینشون جا نمیبرن، یگان کار در خالص لله ندارن. لیکن این اسلام بین که کمکامان خالص لله هست. آدما دا آدما خالص لله هفته هاش خود خوراک میتین. آدما خالص لله ماهی رمضان و پرگی افطار دادن. آدما خالص لله آدما را حج رای میکنن. برای دعا میکنم که خدای خیر قبول کنه و جمعیت ما را جمعیت خیر گردانه و عزت ما را خدای زیاد گردانه و هدایت ما را خدای زیاد گردانه و ای برادر ما شیر علی را و هر کسی که نیتای نیک دارن خدای به یک خانم اسلامی فرمان بردار خدای نصیبشان گردان. پیشگاه کاری برادری ما را کشاده گردان. پروردگار دامناشون از فرزندانی صالح و صالحه پر گردان. از دامهای نفسانی و حیوانی شهوانی نگهبانشان باش. خیرشان قبول گردان. گذشته هاش رحمت کن، زنده هاش برای راست هدایت کن.